سیب چی فواید داره؟ دوستای عزیز کوشش بکنین. من سیب به خاطر ازی گرفتم که یک سیب هست و در عقب من بک‌گراند من امبولانس هست. اگر میخواین که از سکته های قلبی دور شوین و خدای نخواسته سرنوشتتان دچار امبولانس نشه و یا شما را امبولانس تا شفاخانه انتقال نده، حتما از این میوه‌ای که در دست ما است نامش سیب است از استفاده بکنید. به خاطر از اینکه این سیب دارای انواعی از آنتی اکسیدانت ها هست که باعث امی آنتی اکسیدانت های موجود در بافت های سیب باعث تقلیل LDL یا کلسترول بد بدن ما میشه و LDL امی کلسترول بد بدن خودش یکی از فاکتورهای بسیار خطرناک است که ما را سردچار امراض قلبی میکنه. پس به این نسبت اگر میخواین که کمتر سردچار امراض قلبی شوین و حتما از میوه‌ای که در دست ما سیب از استفاده بکنید و این میتونه شما را از سکته های قلبی، از بیماری های قلبی نگاه بکنه. چون تحقیقاتی که در امی اواخر در دانشگاه فلوریدا شده و این موضوع به صراحتا ثابت شده، کسایی که سیب روزمره استفاده میکردن و کسایی که استفاده نمیکردن نزدشان سکته های قلبی و امراض قلبی کمتر دیده شده.